این اولین باری است که با یک قطار سفر می کنم. حدود 2 یا 3 ساعت است که روی این صندلی نشستم. نمی توانم بیرون را خوب ببینم. الان هوا تاریک است، اما وقتی قطار شروع به حرکت کرد خورشید تازه داشت غروب می کرد و می توانستم برگ های قرمز و قهوه‌ای رنگ و چمن آفتاب زده را در سرازیری تپه ببینم. هرچه قطار از خانه دورتر می شود، حالم کم کم بهتر می شود. احساس مورموری که درون پاهایم بالا و پایین می رفت، در حال کمرنگ شدن است. پاهایم را کاملا حس می کنم و دیگر مانند 2 قطعه یخ که متعلق به باقی بدنم نیستند به نظر نمی آیند. به اندازه قبل وحشت زده نیستم. مردی رنگین پوست از میان صندلی ها می گذرد. او تک تک چراغ‌های قرمز بالای صندلی ها را می شکند. اکنون تنها یک چراغ کوچک قرمز رنگ در انتهای واگن سوسو می زند. واقعا ناراحتم که اطراف صندلیم دیگر روشن نیست. چون در تاریکی شروع به فکر و خیال در مورد اتفاقاتی می کنم که در خانه افتاد. آنها احتمالاً بخاری را نیز خاموش کردند. چقدر اینجا سرد است. کاش یک پتو داشتم تا روی زانوهایم بکشم و روکشی برای این صندلی تا پارچه مخملش گردنم را نخراشد. اگر روز بود می توانستم ببینم کجا هستم. در تمام زندگیم هیچگاه اینقدر از خانه دور نشده بودم. احتمالاً الان 200 مایلی از خانه فاصله دارم. وقتی هیچ چیز را نبینی مجبوری به صدای تق تق قطار گوش دهی. گاهی صدای سوتی را از دوردست ها می شنوم. بارها پیش از این چنین صدایی را شنیده بودم، ولی هرگز فکر نمی کردم که روزی خودم مسافر یکی از این قطارها باشم. صدای تق تق آزارم نمی دهد. صدایش شبیه آوای بارش قطرات باران روی سقف حلبی در شبانگاهی آرام و سوت و کور است که تنها صدایی است که در آن به گوش می رسد. آوای رعد و باران. اما الان قطار خودم را دارم. اسباب بازی که وقتی 3 ساله بودم برای کریسمس هدیه گرفتم. درست زمانی که پاپا در کارخانه کار می کرد و ما در شهر. در خانه سپید کوچکی زندگی می کردیم که سقفی حقیقی داشت و می توانستیم هنگام باران با خیال راحت زیر آن بخوابیم. نه شبیه سقف حلبی خانه‌ای که روی تپه داشتیم و از سوراخ‌های میخ‌هایش آب می‌چکید. مردم آن کریسمس برای دیدن ما می‌آمدند. همیشه در خانه مهمان داشتیم. آنها در حالی وارد می‌شدند که دست‌هایشان را ها می‌کردند و آنها را به هم می‌ساییدند. کت‌هایشان را طوری می‌تکاندند انگار که بیرون برف می‌بارید. اما آن سال خبری از برف نبود. آنها مهربان بودند و برایم چیزهایی می آوردند. یادم می آید که واعظ به من کتاب داستانهای انجیل را هدیه داد. این بیشتر بدین خاطر بود که پدر و مادرم در آن زمان به اعضای کلیسا پول می دادند و اسمهایشان را هم روی پولهای لوله شده می نوشتند و هر دو عضو کلاس نهضت بزرگسالان بودند که هر یک شنبه رأس ساعت 9 و 4 شنبه شب ساعت 7 به شکل عمومی برگزار می شد. من در بخش بازی کودکان پیش دبستانی بودم، ولی ما هیچ وقت بازی نمی کردیم. مجبور بودیم به داستان‌های گوش کنیم که تعدادی خانم از روی کتاب‌های قدیمی می خواندند و ما از آنها هیچ سر در نمی آوردیم. سالی که قطار را هدیه گرفتم، مادر بسیار مهمان نواز شده بود. هر کس تکه‌ای از کیک میوه‌ای که او به پختش افتخار می‌کرد برمی‌داشت. می‌گفت آن را از روی یک دستورالعمل قدیمی خانوادگی پخته است، ولی
بعدها فهمیدم که کیک را از طریق پست سفارشی از شرکتی در ویسکانسین گرفته بود که اسمش شرکت کهنپخت انگلستان با اختیارات محدود بود. موقعی متوجه این موضوع شدم که یاد گرفته بودم بخوانم. کیک را کریسمس چند سال بعد که دیگر مهمانی نداشتیم و مجبور بودیم همه آن را خودمان بخوریم در جعبه پست دیدم. البته هیچ کس از ماجرا خبر نداشت جز من و مادر و شاید مرد پستچی که کرولال بود و نمیتوانست این موضوع را با کسی مطرح کند. یادم نمی آید آن کریسمس کودکی همسن و سال خودمان اطراف دیده باشم. در حقیقت اصلا هیچ کودکی همقد من آن اطراف زندگی نمی کرد. وقتی که کریسمس تمام شد در خانه ماندم و با قطارم بازی کردم. بیرون خیلی سرد بود و اوایل ژانویه برف بالاخره شروع به باریدن کرد. آن سال با وجود اینکه همه فکر می‌کردند خبری از برف نخواهد بود، برف سنگینی بارید.